سلام، من سینا هستم از تکنو صنعت. ببین، یه واژه‌ای هست به اسم پلاسما، خیلی اوقات به گوشمون میخوره. حالا برامون سوال پیش میاد که خیلی اوقات این واژه مثلا توی پزشکی شنیدیم، خیلی اوقات توی بحث‌های نظامی شنیدیم، خیلی اوقات توی صنعت شنیدیم. باید بگم که پلاسما در واقع چیزیه که هم تو صنعت، هم تو بخش نظامی، هم تو بخش پزشکی، مخصوصا داخل بدن و همینطور مایعات پزشکی هم هستش. میخوایم در موردش توضیح بدیم. البته بگم تمرکز اصلیمون روی بخش صنعتیش هست، از نوع دستگاهاش تا روش نگهداریش. داخل پرانتز بگم به پلاسما گاهی میگن کرپتا. یه واژه کاملا غلطه، اصلا ریشه علمی نداره و هر جای شنیدی میتونی نقصش کنین، اصلا اشتباهه. پلاسما چیه؟ جامد، مایع است، گاز، چیه؟ ببینیم پلاسما در واقع حالت چهارم ماده است. ما سه تا حالت داریم تو هر ماده‌ای: جامد، مایع، گاز. ببینیم برای تبدیل جامد به مایع و گاز اینا رو باید حرارت بدیم قاعدتا، اما یه حالت چهارمی هست که به اصطلاح میشه حالت پلاسما. حالا برای به دست آوردن پلاسما یا همون حالت چهارم ماده باید چیکار کنیم؟ باید تحت شرایط خاصی به گاز مورد نظرمون الکترون اضافه کنیم. اینو بگم که پلاسما کلا از طریق یه سری فعل و انفعالات روی تمام گازها انجام میشه، نه فقط یک نوع گاز. یعنی اون گازی که دارم بهتون میگم میتونه همین هوایی باشه که ما داریم تنفس میکنیم، گاز نئون میتونه باشه، گاز هلیوم میتونه باشه، گاز آرگون، CO2 و هر چیزی که تو ذهن شما هست. الان سوال پیش میاد که یعنی با توجه به شرایطش نوع کار کردش مشخص میشه؟ آره، در اصل با توجه به نوع مقداری که روش الکترون اضافه میکنیم و نوع به اصطلاح اون فرایند تولیدش میتونیم ازش یه خروجی داشته باشیم و از اون خروجی استفاده کنیم. اول بگم که سائقه خودش یعنی پلاسما هستش، یعنی داره اون الکترونایی که توی هوا هست روی اکسیژن یا اون جو توش خلاصه گاز هست، الکترون وارد میشه و ما اون سائقه رو میبینیم. لامپ‌های نئون خیلی شنیدیم، برای تبلیغات اگه خاطرتون باشه پشت تابلوها میزدن. چیکار میکردن؟ داخل یه محفظه لوله‌ای شکل گاز نئون رو تزریق میکردن و وقتی که حالا این جریان الکتریک ازش عبور میکرد، اصطلاحاً اون گاز الکترون بهش وارد میشد و شما یه روشنایی رو میبینید که الان دارین عکسش هم میبینید. خب الان با توجه به یه سری فیلمایی که داخل یوتیوب هست، میدونم خیلی پیش خودشون میگن خب بریم یه دستگاهی درست کنیم حالت سلاح پلاسما. اصطلاحاً خیلی دیدیم طرف داره اصطلاحاً سلاح پلاسما درست کنه. بچه‌ها ببینید اشعه پلاسما تولیدش واقعا کار خطرناکیه، نکنین این کارو. من از طرف خودم تاکید میکنم که این کار انجام ندین، چون خطرات بسیار زیادی داره. ممکنه دچار سوختگی یا حتی جراحت‌های سنگین‌تر بشه براتون. نمیدونم، شاید خودم یه روزی همچین کاری بکنم که ببینم اصلا اون حالت موجش چیه، ولی واقعا کار به نوعی میشه گفت ترسناکیه. باید خیلی عواقب رو در نظر بگیریم، خیلی شرایط در نظر بگیریم. به نظر این کار انجام ندین. بریم سراغ دستگاه پلاسما. دستگاه پلاسما عمدهشون سه فازن برای قدرت بهتر و برش عالیاش. تک فازش هم هستش ولی اون عملکرد و قدرت مناسب رو نداره توی این کار. و اینکه در ضمن بهتون بگم این دستگاه ها توان خاصی تو برش انواع آلیاژا داره. یعنی دستگاه هایی داریم که تو سیستم برش گرم میتونه تا 30 سانتی متر فولاد رو برش بزنه، اما برای برش کاری فولادی مثل استیل واقعا عاجزه. به خاطر همین میرن سراغ پلاسما یا دستگاه دیگه. ولی اینو میخوام بهتون بگم که پلاسما
جز دستگاهی که به راحتی استیل رو برش میزن بدون مشکلی. خب یه عده میپرسن چرا فلان دستگاه و فلان دستگاه رو انتخاب نکنیم. یه ویدیو درست میکنیم برای انتخاب دستگاه ها برای برشکاری، احتمالاً ویدیوی بعدیمون این باشه. فعلا بریم سراغ دستگاه پلاسما، یه توضیحاتی در موردش بدیم ببینیم دقیقاً چیه. این دستگاهی که میبینین دستگاه برش پلاسما هست. این مدل توان برش تا ضخامت 40 میلیمتر رو داره. البته روی استیل به خاطر خواص فیزیکی و چگالی استیل یه مقدار توان میاد پایین‌تر. فقط در نظر داشته باشین برای برش تو ضخامت 40 میلیمتر شما نیاز به 100 آمپر برق دارین. من تو هر مغازه‌ای ندیدم کنتوری با 100 آمپر، یعنی اکثرا تو شبکه‌های صنعتی برق مغازه‌ها اکثرا نهایتا کنتورشون سه فاز منتها 32 آمپره. با 25 آمپر هم این دستگاه کار میکنه، منتها ضخامت بیشتر از 8 میل رو نمیتونیم برش بزنیم. چیزای مهم در مورد دستگاه، ببینید این سه تا چراغ به معنی روشن بودن، یعنی وصل بودن سه تا فاز این دستگاهه. حواستون باشه اگر دستگاه دو فاز باشه یا تک فاز باشه اصطلاحاً دستگاهتون به مشکل برمیخوره. اینجا دو تا کانکتور داریم. یه کانکتور اتصاله که بارش مثبته. چرا مثبت؟ چون برای اینکه بتونیم به پلاسما برسیم، یعنی به اون حالت چهارم ماده یا اشعه پلاسما، باید الکترون همون بار منفی داشته باشه. پس اینجا اتصال این دستگاه بارش مثبته که به این شکل وصل میشه و از طریق این انبر که وصل میشه به قطعه و حالا اونورم به واسطه تورچ دستگاه برشکاریمون انجام میشه. این کانکتور خود تورچه، لوله اصلی برای تزریق گاز و تزریق الکترون ها از طریق این سوکت ها انجام میشه. یه زائده اینجا هست حدودا 5 میلیمتر یا 6 میلیمتر، باید درست جا بخوره داخل این سوکت. حواستون باشه این اگر بخواد با فشار اشتباه جا بره یا فشاری باشه که بخواد بشکنه دستگاهتون به مشکل برمیخوره. اینو درست جا میزنین. بعد از اینکه جا زدین یه حالت گردنش پیچ ماننده. اون پیچو در حدی میبندین که اینجا ثابت بشه. نیازی به صفر کردن اضافه نداره، در همین حد کافیه. آمپر دستگاه است که طبق این جدول مشخص کرده با چه نازلی با چه آمپری تا چه ضخامتی برش میزنه. اطلاعات در مورد دستگاه روشن، خاموش یا فشار باد اگر ضعیف یا قوی باشه. قوی مشکل نداره، فشار شکن داره داخل دستگاه، ولی اگه ضعیف باشه موقعی که شما دستگاه این دکمه ایرتست رو میزنین اگر فشار پایین باشه چراغ این آلارم قرمز میشه. این دستگاه نیاز به 6 بار متوالی داره، یعنی فشار گاز یا اون هوایی که داخل دستگاه میاد باید 6 بار متوالی باشه. در عین حال اون هوا باید خشک باشه. چرا میگم خشک باشه؟ هوایی که داخلش رطوبت باشه کیفیت برشتون رو میاره پایین، از طرفی باعث خراب شدن زودتر قطعات داخل تورچ و از همه بدتر و مهمتر داخل این دستگاه یه سری سلونوید یا شیربرقی هست، اونا هزینه‌های سنگینی گردنتون میذاره. پس بهتون پیشنهاد میکنم از رطوبت گیرایی که الان دارین عکسش هم میبینین استفاده کنین. نمونه شما تو مسیر این دستگاه 3 تا کار گذاشتیم، 2 تاش ابتدای کاره، یه دونش هم اینه. حالا میخواین راحت‌تر ببینین، رطوبت هوا رو میگیره و هوای خشک داخل دستگاه میاد. نکات مهمش همین بوده. این سیمی که اینجا میبینید از داخل دستگاه اومده چیز مهمی نیستش. این ما به خاطر اینکه به دستگاه CNC وصل کردیم، حالا در موردش بعداً توضیح میدیم بهتون. بریم اطلاعات تکمیلی در مورد تورچ و توضیحات در مورد تورچ رو با هم پیگیری کنیم. خب بریم سراغ تورچ و اجزای داخلی تورچ و نکاتی که در مورد حالا به اصطلاح مصرفی این دستگاه هستش و باید بهشون توجه کرد. یه چیزی قبلش بهتون بگم، تورچ ها به 2 دسته، دستی و اتومات هستن. اتومات ها خب برای دستگاه رباتیک استفاده میشن و دستی ها که
به واسطه این شاسی که روش هست، حالا ممکنه یه سری تورچ این زیر باشه، تورچ دست شاسی استارتشون برای کار با دسته. و یه چیزی که هستش، خود تورچ ها به 2 دسته آبخنک و هواخنک تقسیم میشن. آبخنک ها راندمان کار بهتری دارن، به خاطر اینکه دیرتر به اون دمای استنبای میرسن. اجزای مصرفی تو این تورچ تمام اینها هستن، اما الکترود و نازل ها خیلی بیشتر مصرف میشن. تقریبا چیزی که تو تجربه کاری من بوده، به ازای هر 5 نازل من 1 دونه الکترود عوض کردم. رینگ عایق هست یا گاز پخش کن، فیبر عایق یا ایزولاتور، اونم که شعله پوش هست، شعله پوش یا گپ. ببین دستگاه من چون هواخنک هست، از طریق این سوراخ ها هوا رو مثلا رد میکنه و تورچ خنک میشه. خب یه نکته دیگه هم هست در مورد خرید نازل ها و الکترود. ببینید الکترود ها رو اگه از نزدیک نگاه کنین، داخلش یه قطعه تنگستان هست، هم سطح، بیرون زدگی نداره، هم سطح خودشه. از جای معتبر تهیه کنین. من از جاهای متفرقه گرفتم. جای این تنگستان فلز بوده، اوایل کارم اصلا نمیدونستم یه همچین نکاتی رو، حتی اون تنگستان هم نبوده. استارت اول نازل میسوخته. خب قیمتاش هم که دیگه حالا خودتون در جریانش هستین. بریم سراغ اسمبل کردن اجزا. تورچ که کنارمونه، اول از همه باید الکترود رو برداریم، الکترود رو کامل میبندیم. آچارخور هستش، یه مقدار زیاد نیاز نیستش صفر کنین، چون توی دما هستش، تنش هم داره. میریم سراغ فیبر عایق یا ایزولاتور. قسمت رزوه‌دار رو داخل این میذاریم و تا انتها میبندیم. در همین حد، بیشتر نیاز نیستش که بخواید اینو شما سفتش کنید. رینگ عایق یا گاز پخش کن، ببینید 2 تا زاویه مختلف داره دو طرف. اون قسمت پخ باید بشین روی ایزولاتور. چرا؟ دلیلش الان بهتون میگم. موقعی که میخواین نازل رو بذارین، نازل باید فیت بشینه روی این قسمت. یعنی اگر برعکس بذارین، از این طرف نمیشینه، اصلا داخل هم نمیخوره، سایزشون با هم فرق داره. پس اینو حواستون باشه، قسمت پخ به سمت این طرف و قسمتی که اصطلاحاً پخ یا کونیک نداره به سمت نازل. به این شکل، به این صورت میذارین. بعد شعله پوش یا گپ رو میذارین. حواستون باشه وقتی که میبندین، فاصلش از این کمتر نشه. فاصله باید تا اونجا که راه داره بشینه. نیاز نیست، تاکید میکنم نیاز نیستش سفتش کنین، در همین حد کافیه. بریم یه تست بگیریم از شعله پلاسما و ببینیم به چه شکل هست. خب من یه چیز رو قبلش بهتون توضیح بدم در مورد روش کارکرد تورچ پلاسما و اینکه چجوری اصلا اون الکترون ها تزریق میشه و چجوری ما به اون شعله میرسیم. ما بعد از اینکه این نازل رو بستیم به اصطلاح تورچ پلاسمامون و ایزولاتور رو کار گذاشتیم، این رینگ رو اگر خاطرتون باشه میومد روی به اصطلاح ایزولاتور میشست. ببینید دور این گاز پخش کن سوراخ‌هایی هست که از داخل نمیدونم دیده میشه یا نه، اگر دقت کنین دقیقاً نوک مثلا ناخن من داخل دیده میشه. گاز از داخل این از این سوراخ تزریق میشه به این دور و میخواد خارج بشه. خارج شدنش کجاست؟ از نوک این سوراخ، از سوراخ نازل. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ از طریق این نازل که بهتون گفتم دقت کنین تنگستن باشه، چون بار الکترون رو این نازل و این تنگستن میخواد تزریق کنه. توی این فاصله ببینین با یه درصد کمی، با یه فاصله خاصی تراش خوردن اینا که دقیقاً این میفته وسط این نازل اصطلاحاً. به این شکل باد داره خارج میشه. دستور تورچه که میدیم، اصطلاحاً الکترون ها از این طریق،
به اینجا تزریق میشن و شعله پلاسما رو ما به دست میاریم. بریم ببینیم. خب گفتیم 3 تا فاز برقمون که وصل باشه. آمپر برای ورقی که الان می‌خوایم تست کنیم ورق ضخامت 2 میلیمتر، پس همون آمپر کافیه. دستگاه رو روشن کنیم. چراغ پاور روشن شد. گفتیم 6 بار متوالی نیاز داره، باید تستش کنیم. دکمه ایر تست که میزنیم مشکلی نداره، پس کار میکنه. خب انبار اتصالمون که گفتیم بارش مثبته، این هم انبار تورچ دستیمون اصطلاحاً که وقتی خب میریم برای برشکاری. عینک حتما بزنید، چشم اذیت میکنه به مرور. بریم برای برشکاری. من اینجا چون با مثلا 1 نفرم دارم برشکاری میکنم و تست میکنم به این شکل برش خورده، ولی عکس های از برش ها رو براتون میذارم که کیفیتش رو ببینید. موقعی که مسلط برشکاری انجام بدیم به چه شکل هست. خب مبحث برش پلاسما و خود پلاسما تموم شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر سوالی داشتین میتونین توی کامنت ها یا دایرکت این اینستاگرام هم بهم پیام بدین، با جون و دل جواب میدم. سخن پایانی این که ببینید دوستان، من یوتیوبر نیستم. توی جمعی بودم داشتم گله میکردم که صنعت ایران به خاطر نبود نیروی جوان داره از بین میره. یکی از دوستان پیشنهاد داد که شروع کنم به ویدیو ساختن، نسل جوان ببینن، علاقه‌مند بشن، شاید بشه این نیرو رو جذب کرد به این کار، صرفا به کارهای دیگه جذب نشن. خیلی کلنجار رفتم این کار رو انجام بدم یا ندم، ولی خب هر کسی یه وظیفه‌ای داره توی شغل خودش، توی کار خودش. امیدوارم با سابسکرایب کردن، با پخش کردن این ویدیوها باعث این بشیم که صنعت ایران دوباره پا بگیره و به هدفهای خوبی برسه. هنوز به اون دوستم خبر ندادم که ویدیویی ضبط کردم پخش کردم یا نه و نمیدونم اصلا این کارو بکنم یا نکنم، چون بستگی به انرژی که از طرف شما دریافت میکنم داره این کار. امیدوارم اون انرژی تداوم داشته باشه و بتونیم ویدیوهای بیشتری بگیریم با کیفیت‌های بهتری. و دلیل این که اصلا من دوروبرم ظاهر خوبی نداره همینه، اصلا زیاد فکری برای اینکه بخوام به اون صورت ویدیوی بسازم این داستانا نداشتم. امیدوارم روزگار خوبی داشته باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. در ضمن ویدیوی بعدیمون ممکنه در مورد انتخاب دستگاه‌های برش گرم باشه، از دستش ندین.